که صبح است برو داد نزن، من که بیدار شدم این همه فریاد نزن. تو ذهن تو نماز است فقط میدانم، پدرم چشم فقط داد نزن میخوانم. من از امروز مسلمان باشد، کار هر روز و شبم خواندن قرآن باشد. هرچه گفتی تو قبول است فقط راضی باش، پدرم جان علی از پسر راضی باش. کاش بنشین و یک لحظه فقط گوش کنی، کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی. حجر از حافظه ها پاک شد میفهمی، پسرت صاحب ادراک شده میفهمی. به خدا حق همه آن که تو میگویی نیست، پدرم حضرت حق آن که تو میجویی نیست. پدرم ما همه در ظاهر دین بند شدیم، همگی منحرف از دین خداوند شدیم. غربت عقل نمایان شده امروز پدر، نام عباس علی نان شده امروز پدر. دین نگفت از خون شهدا وام بگیر، کربلا رسم کن از گریه کنان شام بگیر. بردن نام علی رمز مسلمانی نیست، دین به این قدر عزاداری طولانی نیست. علی از قوت جهان لقمه نامی برداشت، قدم خیر که برداشت نهانی برداشت. مال مردم خوری و گردن کج پیش خدا، در سرا با پری و توی حرم با مولا. مؤمن واقعی آن است که الگو باشد، آن زبان در خور ذکر است که حق گو باشد. هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست، پیر وادی شدن ای دوست به سال و سن نیست. دین کجا گفته که همسایه خود را ول کن، دین کجا گفته که دل راز خدا غافل کن. دین کجا گفته که چون کبک ببر سر در برف، دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف. دین نگفته است ببر آبروی مؤمن را، دین نوشته است بخر آبروی مؤمن را. به خدا سخت در انجام خطا غرق شدیم، ناخدا جان همه در غیر خدا غرق شدیم. دلخوشیمان همه این است مسلمان هستیم، فخر داریم که ما پیرو به قرآن هستیم. ما مسلمان دروغیم مسلمان فریب، همه دغدغه من این شده گندم یا سیب. هر که از راه رسید آبروی دین را برد، هر که آمد فقط از گرده این مذهب خورد. در نمازت خم ابروی نگار آوردی، با عبادات چنین گند به بار آوردی. هر چه را گم بکنی وقت نمازت پیداست، اصلا انگار نه انگار خدا آن بالاست. چه نمازی است که یک ذره خدایی نشده، این نمازی زمینی و هوایی نشده. پاره کن رشته تسبیح و نرنجان دین را، این همه کشمده این مد